سلام، خوبین؟ امروز اومدم بهتون بگم که چقدر خوبه که آدم هرچی سنش میره بالا چی میگن؟ داناتر بشه، فرسوده تر بشه، با تجربه باعث بشه که آدم فهمیده تر بشه، صبورتر بشه، همه این حرفا دیگه. اما یه سری هستن هرچی سنشون میره بالاتر انگاری که کوچولوتر میشن، برمیگردن به قدیماشون. آره، اومدم که اینو بگم بهتون. هیچی، همینطوری از کار اومدم خسته کوفته. برای خدا رو شکر میکنم که چی میگن، همین حرفای کلاسیک که همیشگی دیگه، که سالمیم و از این حرفا. ولی آره، یه وقتایی تو راه که دارم میام یا کلا تو طول روز یه سری چیزا میبینم، به به، تر و تمیز، پر از آرامش. آره، یه سری چیزا میبینم که دلم میخواد بیام اینجا بگم. واقعا هرچی که سن آدم میره بالاتر، کاش که یکم سعی کنه که به تجربه هاش که اضافه میشه یاد بگیره و اینجوری افتاده تر بشه، صبورتر بشه، سنگین تر بشه، محترم تر بشه. آره، خب کاری ندارین، همین دیگه. تا ولاگ بعدی میبوسمتون.